به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان گرامی، محمد طلازاده هستم در برنامه تحلیلی ندا. موضوع صحبت ما موضوعی است که هر یک شهروند تاجیکستان را نگران کرده است و در شرایط کنونی میتواند با هر یک ساکن رخ بدهد. این شکنجه های بی‌مجازات است که از جانب مقامات های قدرتی به وقوع میپیوندد و در صورت به جزا ماندن این عمل های غیرقانونی بعید نیست که با هر یک شهروند دیگر چنین برخورد تکرار شود. اینجا نمونه 1% آن را پیشکش شما بینندگان میگردانیم که ماه‌های اخیر در رسانه‌های کشور سر و صدا دادند. یکی از آنها دارا سهرابی، ژورنالیست هفته‌نامه فرج که از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه مورد لطوکوب قرار گرفت. دیگر بختاور محمدیف، جوان 17 ساله که از جانب کمیسریت حربی ناحیه شهر توس مورد شکنجه قرار گرفت که خود جوان در مصاحبه تلفنی با آزادگان ابراز داشت. ماشین دو کسه کشور شیرونه پیشی برام سواردم زدم بینیم اگه پیش کسگی نبینی یه سرما دارم نمیشه سم داری در اون سرما گریخت رفت ماشین فرو اومدم دیسن آمدم عدد ولی چه رفتم تو خالی زدم پری خوند فوری بسم دون پری خوند رفتم به جاده نیستم یا اون کس نگاه نکرد بیان نگیشتم همان روز در خانه نبودم. کارمندانی که به این کمد آمده دیدند که کسی نیست. از خانه پول گرفته رفتند. بعد به من تلفن کرده گفتند که بیا پولهایت را گیر. مرا در یک ماشین بار کرده زیاد لطوکوب کردند. من از دستشان فرار کردم. جبر دیده دیگر شکروف سید مظفر، استقامت کننده ناحیه یاوان در شهر نورک، از طرف سردار شعبه کارهای داخلی این منطقه مورد لطوکوب قرار گرفت که خود جبر دیده در مصاحبه با پایگاه خبری پیامنت چنین گفت: ما شکروف سید مظفر، شهروند جمهوری تاجیکستان، استقامت کننده ناحیه یاوان، شاسکوی منطقه یا منطقه یاوان بود، شناس بود. در روزانه دید من گفتم خیلی جنایت شده. فهمیدی؟ گفتم آه خیلی نوام تا گذاشتم دیدم خیلی پرسیدم خیلی گفت خیلی میره بدونیم و دیدم مثال معلومات یاردم. گفتم مایلی نمره تلفن ما گرفت. بعد بگه بود زنگم زد گفت که هم کابینتم بیو. کابینت شه عدل بیرون همون در منطقهش زم начальник ملیسیا انا اودینایوف начальник уголовный розыск بود. شناس نکرد. انا 3 تا уголовник دیگه درم بودم اونجا زدم شاتک که مشکلی زدن. ما حسابم دو چیزی داشتم برو آوردن تنو کردن. ما ای مسکو نو رفته بودم جا 13 مزوری رسی در کیسم بود. گرفتن پولا رو گفتن اینو پولای رو دیگه. گفتم من نیستم همون کامپیر رو ببرین مرا نشون دین همون کامپیر زنده بشناسم مالیش تو فریب میکنی. تو با گفتم پیش начальник ملیسا میبریم تا میری. گفتم هو و رفتم پیشم начальник ملیسا درو آوردن. ما انا کابینت начальник ملیسا دیگه مرده که دیگه بود. با گفت کی رو ببر بیانو چه بگی. گفت یگان گفت پیش نوتوری برآمد. ما میره اقرات کرد داشتم بود. مالی گفتم در کجا بودم من بگاه چیکو مثلا کجا ده خوب بودم سر ما کی برآمدم من خونه کیده بودم ما همش نوشتم دادم شونا انا بیانات ما رو برد در دست начальник ملیسا داد. 2 منوت پس ما رو فایرات کرد برد کابینت начальник ملیسا یک کاپیتان. начальник ملیسا بیانات ما در دستش گفت که تو دیگه هیچ گفتن نیستی. گفتم نه امو کام بیانات رو بسنجین. گفتم میگم گفت نوتور اومد تو ما رو قانون نشون میدی تو ما رو کار نشون میدی. گفت اومد یا دو شپلاق زد دارم زد دریافتم. بعد دست ما فرون دو قفیدم که زد در دستش در دستم رسید. تو طرف ما دست میگردونی تو طرف دست بگردون طرف ما دست نبرد دست میشکنم. بعد دوربین کوردن در دستش دادن. با هم دوربین در پشت یرقم و در سرم و در پوچم زد زیاده 1 ساعت. با در با زانو زد نفسم گرفت. بعد آخران قسم خوردم که ما به نام خدا قرآن بزنم کدگی نیستم. نعوذ بالله میگه که قرآن در شد الله در شد. همین گپا رو گفتم ما برای ما رو نمیبخشم. نموندم قرآن توالت نموندم بران او نموندم بخریم. میگم تلفن کنم خانمون میگن که نه ممکن نیست. بعد پگاهی 2000 یافتن آوردن. اگه خیدن 2000 آوردن تو مرا خیلی جواب دینو که ولی به تو یک کاری دیگه دایم دو توضیح برای گفتم خیلی تو بگار قفیدن من با بگاه بود. همو
MVD شونه که جای مهمون بودم ما رو دیدن و مرا ترسیدن ریسک جواب دادم و من رفتم پالیس قرارگاه خور رفتم تلفنی باوری وزیر دو برسه برگروندم جلوات کردم اومد замначальник ملیساش اومد ازم پرسید گفت چی کنیم گفتم بگی چنی مرا بکنین گفتم من سوچم گفتم اگم چی در کار نیست گفت که 5-6 هزار تومان شما یک جا میوید تو های نکنیم من جلوات اینجا دونه میزگاره گفت اون دوباره هیچ کار کردن نمیتونی تو دیگه گشتنی نیستی نورگدا لوبای خیلی پستاوید میکنیم میاره میشنونیم اینم خیلی نگیم پراکراتور دستگاه پرزیدنت دام نویسیم جای بچی جنوب دام نویسیم کاروکسیا ده یگام تاش ندیدن نظرم فایرود بکردن میا بردو بر قرآن هم رحبلی دادم رفتم اومدم نوشتن هیچ رزولتات نیست. سیاستشناس و رئیس حزب سوسیال دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت بدخشان علیم شیرزمانوف راجع به ماهیت موضوع صحبت ما چنین ابراز اندیشه نمود. عادتا در این حالت‌ها یک طرف حکومت ادعا دارد که در ما شکنجه وجود ندارد که این ادعای آنها اساس واقعی ندارد با یک دلیل قانونی که از آن همون درک داریم. یعنی در تاجیکستان هنگام بررسی پرونده های شهروندان خود جنایی و یا باشند خود کدام نباشند در پرونده های جنایی از لحظه بازداشت گمانبر شده با ادوکات تامین نمی شود و هر گونه صدها رو در این رو ایجاد میکنند. اولین شکنجه که صورت میگیرد در بازداشتگاه های تاجیکستان این شکنجه روانی است که بنده خودم در پوست خود تجربه کردگی همین شکنجه رو چندین بار. خودتان قضاوت کنید اون حکومت اون دولتی که خودش همین نفرانی را که به ساختارهای قدرتی جلب میکند و در آنجا تربیه آنها را کرده با بدبینی مخصوص نسبت شهروند آنها را تربیه میکند و از آنها طلب هم میشود که در مدت همین 72 ساعت یگان حمایتچی بر پیشش را ندهد با کدام واسطه نباشد اینا را признательно показания و از آنها گیرد زده گیرد و بعد دیگر و در این حالت اگر یگان نفری بالا یگان کارمند ساختار قدرتی اثبات شود که او از شکنجه استفاده برده است خیلی میشود او را جزا داد در حالی که باقی مانده نفرانی که خدمت میکنند در این ساختارهای قدرتی ما فرمایش شدن که همین خیلی با از همین خیلی حادثه کار برند و چل آنها من بعد با صداقت در ناخونک با این دولت خدمت کردن میتوانند اگر هم خدمت آنها رو ما با همون طلباتی که از بالا بود استفاده برده او رو جزا دادن خود همون فرمان دادگان یعنی فرمایشگران خودشون اگر زیر دستشون را جزا دیدن خیلی دیگر زیر دستشون را پگاه فرمان میدین که از همین واسطه استفاده برده این جنایتکار را پیدا کن گفته. مقامات های دخلدار در اکثر چنین حالت ها اظهار بی اطلاعی نموده ابراز می دارند که از مطبوعات خبردار شدند و با سپری شدن ماه و سال هیچ عکس العمل مشاهده نمی شود و هیچ نفر پاسخگوی این جنایت ها نیست. در انتهای برنامه می توان گفت که چنین یک برخوردها حرفه‌ایت، مسئولیت شناسی و لیاقت صاحب منصبان در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، دادستانی، اگنتی مبارزه ضد فساد، امبودسمن و دیگر مقامات دخلدار را زیر سوال میبرد. اینجا به خاتمه برنامه تحلیلی نیدا رسیدیم. خیر تا برنامه دیگر، خدا نگهبان.